آقا ما 10-11 سال پیش که اومدم آمریکا روز چهارشنبه رسیدم. 11 شب حاجی اومد دنبالم فرودگاه. بعد ساعت 8 صبح اومدیم سر کار. ولی روز اول تو عمرم کار نکرده بودم. بعد یه جا هست که ما ماشین می‌خریدیم اون موقع بود آکشن. یه آقایی بود یه بچه جنوب آبادان 20 سال برای حاجی اینا کار میکرد. این آقا مسئول یاد دادن من بود. معلم اول من تو آمریکا این بود. این آقا معلم اول من توی آمریکا بود. ماشین خریدن و زندگی رو ما از این آقا اسماعیل بارانی بچه آبادانه، خانومش دکتر چشم پزشک 30 سال آمریکاست. اسی هم همکار ماست. نفر اول بایر داداش تگزاسه. آره پزشک بوده ولی خودش حال نکرد اومد اسی نگیره بالا. الان داشتم با حاجی میگفتم که این 7مین سالیه که ما این کمپانی رو با حاجی شریکی داریم. این قبلش داشتیم 3 سال پیش. نه 3 سال پیش من کار میکردم شریک نبودم. اینجا رو سال 2016 باز کردیم. این 7مین سال کریسمس پارتیه. کریسمس پارتی اول 5 نفر بودیم ولی الان 50 نفره. نه گفتم کریسمس پارتی اول 5 نفر بودیم. حاجی میگه آره دیگه، میگه راه رو که راست بری ته نره. حاجی همیشه صحبت سیخ بازیه، فقط راست بازیه فقط. امسال 50 تا سال دیگه 60 تا همینجوری میره با 500 تا. زندگی مال ایناست، هرچی صبح در میارن تا شب میخورن. حاجی آقا اسی هم مکزیکیه. I love you,